ассалому алайкум бинандаҳои азиз, мухлисону алоқамандони риштаи футзал. гузариши мустақими мо аз маҷмаи варзишии кумитаи андозии шаҳри Душанбе оғоз мегардад. имрӯз дар ин майдон дар доираи бозиҳои аввали марҳилаи нимниҳоии Суперлигаи футзали Тоҷикистон дар мавсими солҳои 2024-2025 тимҳои Сорокомпанияи шаҳри Душанбе ва Сипари шаҳри Хуҷанд бо ҳам рақобат мекунанд. дастаи Сорокомпания ин мавсим хело ҳам мехоҳад ки унвони қаҳрамониро дигар бора ба даст орад ва имрӯз бозигарони ин тим дар муқобили дастаи Сипари шаҳри Хуҷанд дар бозии аввали марҳилаи нимниҳоӣ рақобат хоҳанд кард. ҷуфти дигари марҳилаи нимниҳоии мусобиқаи мазкурро тимҳои Истиқлол ва Амонатбонк ташкил медиҳанд. хуб тавре мебинем ҳаятои ҳарду даста аллакай дар майдон ҳастанд. охирин корҳои тадорукотӣ қабл аз шурӯи ин рақобат низ анҷом дода мешавад. бояд бигем ки имрӯз дар ҳайати дастаи Сорокомпания танҳо як мушкилоти кадрӣ ҳаст. хуб инҷо аз ҷониби коргардон ҳайати бозигарони ҳарду тим низ ба мо нишон дода мешавад. нахуст гурӯҳи бозигарони дастаи Сорокомпания ки дар рақобати имрӯза мизбон албатта ба ҳисоб мераванд. баъдан дар ҳайати дастаи Сипар низ инҷо ба мо пешниҳод карда шуд.
خوب بیننده های عزیز، چند پس رقابتی دستای سرو کمپانیا و سپار شروع می شود. طوری می بینیم اینجا محمد رجب بازیگری دسته سرو کمپانیا امید است که از مرکز میدان توپ رو با بازی در آورد و مونیس معرفی بازیگران رو شروع خواهیم کرد. امروز در خطی دروازه دسته سرو کمپانیا رقم 1 سیدی تورابیده بازی میکند. بعدا بازیگران هیئت اساسی این تیم رو رقم 7 محمد رجبوف، 17 سمندر ریزاموف، 10 ادریس یوروف و رقم 75 لیگیانر لوکاس نکازاتو. بعدا در هیئت ذخیروی دسته سرو کمپانیا چنین بازیگران قرار دارند: رقم 14 هوگو آلویس کاردوسا، 5 اندرسون دا سیلوا، 11 فیروز سنگف، 9 فیضلی سرداروف، 99 دلشاد سلاموف، 22 نوردین جباروف. سرمربی دسته سرو کمپانیا این متخصص محلی، متخصص با ما و شما آشنا، این پیرو وحید است. خوب هیئت دسته سپر شهر خوجند دروازه‌بان رقم 55 رودریگو آنتونیو، رقم 31 پترسون بورینو، رقم 36 کامیلو رافائل، 10 پرویز رحمتوف و رقم 8 اقبال واسید زاده. اینجا بازیگران دسته سپر در ثانیه های اول رقابت توانستند که با زدن گل موفق شوند. بازیگر رقم 36 رافائل کامیلو در این وضعیت با زدن گل دست یافت. اینجا ما معرفی هیئت رو ادامه دادیم که ببینید در همین وضعیت یک هجوم بسیار هم خوب، موقعیت خالی و طور دیدیم رافائل کامیلو توانست که خطی دروازه سیدی تورابیده رو رخنه نماید. معرفی هیئت دسته سپر بیننده های ارجمند در هیئت ذخیروی این تیم این زمان رقم 9 اگنالدو ادواردو، 4 ارکین احرامزاده، 17 خسرو قیوموف، 2 سید خوجایف بهرام خوجا، 22 نظیف خان نبیجانوف، 12 منیر سید شریفوف و رقم 88 شهرت رسول زاده. سرمربی دسته سپر این ولی جان ولیف به حساب می رود. بعدا رقابت امروزه را بیننده های عزیز ابوبکر محمد حکمی میکند. یاردمچی از کنار نوروز جان سلیمان است. داور احتیاطی منوچهر زمانوف به حیث استونیا سنج سیاره سعید و فعالیت خواهد کرد. اینجا هجوم نوبتی دسته سپر و بسیار هم خطرناک بود. طور دیدیم سیدی تورابیده دروازه‌بانی باشگاه سرو کمپانیا با مشکلی این ضربه رو برگرداند. باعث کمیسر رقابت امروزه شاهروخ صادقوف تعیینات گرفته است و شارح این رقابت باشد من دولت خطیب زاده هستم. اینجا یک بازیگر دسته سرو کمپانیا، بازیگر دسته سپر آسیب میگیرد. شروع رقابت امروزه برای بازیگران تیم سرو کمپانیا چندان خوب نبود. طور دیدیم در ثانیه های اول شاگردان پیرو وحیدوف به دروازه خویش گل سر دادند. در موسم کنونی سوپرلیگ مملکت بیننده های عزیز دسته سرو کمپانیا و سپر 2 مرتبه به هم آمدند و در هر دو مخوری تیم سرو کمپانیا توانست که سپر را شکست بدهد. بخصوص بازی اولی دسته ها در دور پنجم در مرحله اولی چمپیونات صورت گرفته بود در شهر خوجند. آنجا بازیگران دسته سپر پای هم به دروازه سرو کمپانیا 3 گل زدند، ولی فوتبال بازان سرو کمپانیا فوتزال بازان سرو کمپانیا در ادامه بخوری یک رقابت بسیار هم جالب نشان داده. با نتیجه 4-3 توانستند که در سفر پیروزی به دست آورند. بعدا رقابت دوم دسته ها در مرحله دوم چمپیونات در دور 14 صورت گرفته بود. آنجا سرو کمپانیا توانست که در شهر دوشنبه با 3-2 سپر را شکست بدهد. آنجا اساطی دسته سرو کمپانیا هوگو آلویس کاردوسا با زدن 2 گل دست یافته بود و ادریس یوروف باشد مؤلف 1 گل گردیده بود. از ابتدای رقابت بازیگران دسته سپر بسیار هم فعالند. ببینید که چطور بازیگزاری بسیار هم زیبا بود. در نوبت اول طور دیدیم پترسون بورینو ضربه زد، سیدی تورابیده ضربه زده او رو برگرداند، ولی در کوشش دوم رافائل کامیلو اشتباه نکرده توپ رو وارد دروازه کرد. امروز
سه لگنر تیم سپر از دقیقه های اول بازی را شروع نمودند، از جمله دروازه‌بان این تیم رودریگو آنتونیو، بعدا پترسون بورینو و رافائل کامیلو. باید بگیم که این زمان برخی از بازیگران هیئت اساسی سورو کامپانیا از جمله هوگو آلویس کاردوسا، بعدا فیضعلی سردارov، اینچنین اندرسون دا سیلوا در کرسی های احتیاطی هستند. محمد رجب امکانیت برای بازیگران سورو کامپانیا، اینجا توپ از میدان بیرون نشده است. ضربه کنجی تعیین می شود از مرکز میدان. طور دیده محمد رجب عملکردش قابل توجه بود، تو به نزدیکی دروازه حریف آمد ولی بعدا او را محکم نموده. عکس الهجوم دسته سپر، امکانیت هست، ضربه اجرا میگردد و سعیدی توروبیده با مشکلی زیاد این ضربه را برطرف نمود. اقبال واسط زاده یک ضربه بسیار هم سخت داشت. اینجا دروازه‌بان دسته سورو کامپانیا با روی خش، یعنی با همون رخسارش ضربه زده حریف را برگرداند. هجوم‌های خطرناک با اشتراک بازیگران سپر در رقابت امروزه بیشتر هستند. همکنون پیرو واحدوف مجبور می شود که سه بازیگر را وارد میدان نماید، از جمله فیضعلی سردارov، هوگو آلویس کاردوسا و همچنین فیروز سنگوف وارد میدان شدند. دلشاد سلاموف نیز با بازی اومد، یعنی چهارگانه جدید وارد میدان شد. دلشاد سلاموف این وضعیت رو برطرف کرد. اینجا ضربه که از جانب فوتبالباز دسته سپر اجرا گردید از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. امکانیت برای بازیگران سورو کامپانیا، هوگو آلویس کاردوسا هنگامی که به بازی وارد می شود حتما از او گل را انتظار شدن ممکن است. لیگیونر برزیلی در هیئت دسته سورو کامپانیا بعد از اون که البته به این تیم پیوست هنرنمایی بسیار هم خوب دارد. ببینید که فیضعلی سردارov در این وضعیت کوشش کرد که به عکس الهجوم فرار کند ولی موفق نگردید. رقابت های مرحله چهارگانه های مسابقه مذکور بیننده های ارجمند برای تیم سورو کامپانیا با آسانی پشتی سر گردید. فرصت نوبتی برای بازیگران سورو کامپانیا ولی این وضعیت برطرف کرده شد. ادواردو اگنالدو ضربه نوبتی و دروازه‌بان سورو کامپانیا سعیدی توروبیده بعد از آن که به دروازه‌اش گل سر داد اندکی هنرنمایی‌اش دیگرگون شد. ضربه کنجی نیز تعیین گردید چون که در آخرین وضعیت توپ محض بعد رسیدش به پای بازیگری دروازه‌بان سورو کامپانیا بعدا از میدان بیرون شد. پرویز رحمتوف از ضربه کنجی توپ را به بازی وارد کرد. سعیدی توروبیده سیف بسیار همالی انجام داد بیرون از جریمه گاه. ضربه بسیار هم سخت از جانب فوتبالباز دسته سپر ولی این وضعیت نیز به گل انجام نیافت. امکانیت نوبتی نوبت فیضعلی سردارov صدگذاری نمود. در این موسم سپر تاکنون بر مقابل سورو کامپانیا غلبه نکرده است. طور بالاتر نیز اشاره نمودیم دو بازی بود و در هر دو بخوری سورو کامپانیا توانست که سپر را شکست بدهد و امروز بازیگران سپر با انگیزه دیگر بر مقابل این تیم بازی کرده ایستادند. همکنون فیضعلی سردارov برای تشکیل نمودن هجوم دسته‌اش توسط کنار چپ میدان تلاش میکند. فیروز سنگوف اینجا هم دیگر فهمی خوب نداشتند شاگردان پیرو واحدوف. البته این ابتدای رقابت است، حتما پیرو واحدوف در ادامه برای دسته سپر نقشه های را طرح ریزی کرده است. در موسم جاری سوپرلیگ مملکت باشگاه سورو کامپانیا را تنها یک تیم شکست داد.
این هم دسته استقلال در مرحله اولی چمپیونات و آن هم در دور ششم اتفاق افتاده بود. شاگردانی الکساندر زبیرادزه با حساب 3-0 مقابل حریف ازلی خش پیروز شدند و البته سورو کمپانیا در رقابت جوابی در مرحله دوم چمپیونات قصد باخت خود رو از استقلال ستاند. تیم دیگری که توانست در این موسم البته از سورو کمپانیا امتیاز ستاند این باشگاه امانت بانک بود. وخوری دسته ها در مرحله دوم چمپیونات انیخترش در دور 18 اتفاق افتاده بود و با مساوی 2-2 ختم شد. سعدی اسماعیلوف با گروه هواداران دسته سورو کمپانیا در مجمع ورزشی کمیته انداز قرار دارند و با همون انعنه‌های خاص خویش بازیگران دسته را از نزدیک دستگیری دارند. امکانیت برای بازیگران سورو کمپانیا ضربه اجرا گردید ولی خیلی بلند. دلشاد سلاموف اگر اشتباه نکنم بله از کنار چپ ضربه زد با پای چپ ولی خطا رفت. فیضلی سردارов هجوم جوابی دسته سورو کمپانیا ضربه که اجرا گردید بعدی سدگذاری از جانب بازیگران سپر بعداً از میدان بیرون شد. این ولی جان ولی پس بیننده های ارجمند سرمربی دسته سپر هوگو الویس کاردوسا فیضلی سردارov همکنون هوگو اینجا البته اشاره کرد که بر مقابلش قاعده بازی برای شده است ولی دوبار این ادعای او را رد کرد. در مرحله چهارم نهایی سوپرلیگ مملکت باشگاه سورو کمپانیا رقیبی چندان جدی نداشت. آنها مقابل یک از دسته‌های ضعیف مسابقه ریگر شهر ترسونزاده بازی کردند و از نتیجه 2-0 دروازه دسته ریگر را گلباران نمودند. امکانیت نوبتی و این ضربه هم خطا می رود. خسرو قیوموف در مقابلش به استثنای دروازه‌بان دسته سورو کمپانیا دیگر کسی قرار نداشت ولی ضربه زدش کاملا خطا رفت. همکنون بازیگر نوبتی دیگر بار با میدان وارد گردید از هیئت سورو کمپانیا. این سمندر ریزوموف است که قاعده بازی رو ویران کرد. بر مقابل رافائل کامیلو عملکرد زیادتی داشت. سمندر ریزوموف یادآور میشوم که سمندر در بازی اول این دو تیم در مرحله اولی چمپیونات با زدن 2 گل دست یافته بود و واقعا هم طوری در نورهای تکراری مشاهده شد. عملکرد سمندر ریزوموف غیر قاعده بود. دیگر بار همون قاعده ویران کنی سمندر ریزوموف با من نشان داده شد و به خاطر این عملش سمندر ریزوموف کارت زرد نیز گرفت. نخستین بازیگر شد که در رقابت امروزه مورد مجازات قرار گرفت. محمد رجبوف امروز باشگاه سورو کمپانیا یک مشکلات کادری دارد. بختیار سولیف با سبب یوسف داشتن به تیمش کمک کردن نمیتواند. همکنون اقبال واسید زاده با قاعده ستیزی دست بر مقابل لوکاس ناکازاتو. در مورد هنرنمایی سورو کمپانیا در رقابت‌های مرحله چهارم نهایی مسابقه مذکور حرف می‌زدیم. طوری گفتیم شاگردان پیرو واحدوف با تیم ریگر رقابت نموده از نتیجه 2-0 به دروازه ریگر 38 گل به جواب دادند که البته این نتیجه رکوردی در سوپرلیگ فوتبال تاجیکستان به حساب می‌رود. این زمان دسته سورو کمپانیا
ягона тиме аст ки дар ин мавсим ба дарвозаи ҳарифон голҳои бештар додааст ки зиёда 100 ададро албатта ташкил медиҳанд. андерсон да силва низ вориди майдон шудааст. ҳамакнун тӯбрабои бозигарони дастаи Сипар. имконият ҳаст, вале Муҳаммад Раҷабов баъди як пойғеч ҳуҷуми ҳарифро қатъ намуд. имконият барои бозигарони дастаи Сипар ба гол! имрӯз дастаи Сорокампания ба худ монанд нест, бинандаҳои арҷманд. ин навбат Агналдо Эдуардо голи дуюми дастаи Сипарро дар ин вохӯрӣ ба самар расонд. ду голи дастаи Сипарро дар рақобати имрӯза ду легионер ба ҳадаф расонд. бори дигар ба ин вазъият таваҷҷӯҳ мекунем. бубинед ки аз аут туп ба маркази ҷаримагоҳи Сорокампания равон карда шуд. касе бар муқобили Агналдо Эдуардо мубориза набурд. тавре дидем Агналдо ва билохира тавонист ки ба задани гол даст ёбад. фурсати навбатӣ барои Самандар Ризомов ба миён омад, вале ба гол табдил наёфт. андерсон да силва зарбаи бисёр ҳам сахт ва ба суруғҳои ноаниқ рафт. бояд иқрор шавем ки дар рақобати имрӯза дастаи Сипар воқеан ҳам ҳунарнамоияш дигар аст. Агналдо Эдуардо кӯшиши навбати ин бозигар баҳри ба самар расонидани голи дуюмаш. инҷо дар маркази майдон Лукас Наказато тӯбро соҳиб гардид. Андерсон да Силва, Муҳаммад Раҷабов тарафи канори чапи майдон. гузариши Муҳаммад ва зарбаи задаи ӯро дидем ки дар натиҷаи садгузорӣ аз ҷониби Хусрав Қаюмов ин зарба бартараф карда шуд. Самандар Ризомов пасиё ба Андерсон да Силва. агар бошгоҳи Сорокампания дар рақобатои марҳилаи чаҳорякниҳоӣ тими Регарро шикаст дода бошад, пас дастаи Сипар бар муқобили Истарафшан пирӯз гардид. Лукас Наказато, пойбозиҳои Наказато ва инҷо туп дар охирин вазъият маҳз аз пои бозигари Сорокампания аз майдон берун шудааст. Агналдо Эдуардо ба ӯ имконият дода нашуд. Агналдо Эдуардо инҷо тӯбро аз даст дод. муборизаи Андерсон да Силва. инҷо довар ишора мекунад ки бояд тӯб аз назди дарвозаи дастаи Сорокампания ба бозӣ ворид карда шавад. андаке андӯҳгин ҳастанд имрӯз мухлисону ҳаводорони тими Сорокампания, чунки бо гузашти 10 дақиқа дастаи онҳо бо фарқияти 2 тӯб дар ҳисоб қафо мемонад. дар сониҳаҳои аввали рақобат Рафаэл Камило ҳисобро кушод ва баъдан Агналдо Эдуардо ҳисобро 2-0 кард. Файзали Сардоров, Агналдо Эдуардо тӯбро рабуд ва зарбае ки ӯ иҷро кард хеле хатарнок низ буд. Файзали Сардоров зарбаи кунҷӣ кор мекунад. инҷо бархе аз тамошобинҳо ва ҳамчунин соҳибмулки бошгоҳи Сорокампания низ ба мо нишон дода шуд ки албатта имрӯз дар нишастгоҳҳои маҷмӯаи варзишии кумитаи андоз ҳунарнамоии бозигарони дастаи хешро тамошо доранд. инҷо Агналдо Эдуардо
لگنر تیم سپر اندکی جراحت میگیرد. محض به همین خاطر اندکی در رقابت امروز تنفس دیده شد. ادریس یاروف از ضربه کنجی توپ رو به بازی وارد کرد، ولی هوگو الویس کاردوسا در این وضعیت یگان هنرنمایی قابل توجه نداشت. ادریس یاروف قبلا در حیاتی دسته سرو کمپانیا با پیراهن رقم 6 برآمد میکرد، ولی در ادامه فعالیت ورزشیش در حیات این تیم تصمیم گرفت که رقم 10 را انتخاب نماید. دلشاد سلاموف باز هم ضربه زده سلاموف خطا می رود. بار دیگر همون هجوم سرو کمپانیا با ما نشان داده می شود. طریق کناری راست و نقطه نهایی از جانب دلشاد سلاموف گذاشته شد. دهه اول رقابت نیست پشت سر گردید. حساب 2-0 است و بازیگران سپر در حساب پیش صف هستند. امکانیت برای ادریس یاروف. امروز دسته سپر البته در سفر بازی کرده ایستاده است و اندکی رقابت برای بازیگران این تیم مشکل نیز می شود. اقبال واسید زاده ارسالیو به خط حمله و دوره دیدیم هوگو الویس کاردوسا با قوی دستی تیزی دست داد، وگرنه یک امکانیت خطرناک برای بازیگران سپر می توانست که به میان آید. ببینید که اقبال واسید زاده چطور پس زیبا انجام داد و بعدا بر مقابل ارکین احرام زاده قاعده بازی ویران کرده شد. وضعیت استانداردی به نفع مهمانان و در نزد تو بازیگر شماره 10 پرویز رحمتوف قرار میگیرد. اینجا دلشاد سلاموف کارت زرد گرفته است. به خاطر چی؟ در حالی که هوگو الویس کاردوسا قاعده بازی رو ویران کرده بود. اینجا ضربه نوبتی از جانب اگنالدو ادواردو و بسیار هم بلند و نوانیق بود. دلشاد سلاموف امروز بازیگران سرو کمپانیا گل نزدند. دلشاد سلاموف اینجا فیضلی سردارف تو برو به خط حمله روان کرد. تنیخترش اونجایی که ادریس یاروف بود، ولی ادریس به تو رسیدن نتوانست. با اندیشه یک سری کارشناسان در رقابت امروزه البته بر اون نظر بودند که سرو کمپانیا با آسانی میتواند که مقابل سپر پیروز شود. هوگو الویس کاردوسا فرصت برای دلشاد سلاموف، ولی ضربه زده سلاموف چندان خوب نبود. رافائل کامیلو، رافائل اگنالدو ادواردو بسیار هم خوب بازی کرد. ضربه ادواردو و خطا می رود. در مرحله دوم چمپیونات اکثر دستای کشوری ما با حیاتی خویش لیگنر رو البته جلب نمودند. اینجا ضربه ادریس یاروف بسیار هم سخت، ولی به طور همیشگی به سراغ نوانیق می رود. از جمله دسته سرو کمپانیا در مرحله دوم چمپیونات به حیاتی خویش 3 لیگنر جلب نمود. هوگو الویس کاردوسا، ضربه که هوگو انجام داد از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. یکی از ویژگی های خاصی اینجا ببینید که بین مخلصان و هواداران دسته سرو کمپانیا و سپر
یک مناقشه سر زد. هوگو آلوس کاردوسا از پای افتید و به احتمال زیاد کارت زرد نشان داده می شود. یکی از ویژگی های هوگو آلوس کاردوسا لیگیونر برزیلی در آن است که ضربه های بسیار هم سخت دارد. در همین وضعیت از قفو اقبال واسط زاده رو از پای زده افتاند. کل بازیگران سرو کمپانی از دوبار طلب میکنند که باید کارت زرد نشان دهد. اینجا سرمربی دسته فوتزال استقلال الکساندر زابیرادزه به ما نشان داده می شود. البته اینجا زابیرادزه اندکی دوراندیشی میکند با آن خاطر که رفت و اگر امانت بانک رو شکست داده به فینال برایند حتما در مقابل استقلال یا که سرو کمپانیا یا که سپار قرار میگیرد و به همین خاطر متخصص گورجی میخواهد که از همین حال هم سرو کمپانیا به هم سپار را آموزد. تایم اوت گرفته شد و در همین حالت کارگردان گل های زده بازیگران سپار را با ما نشان میدهند که اینجا نخست گل زده رافائل کامیلو در ثانیه های اول به ثمر رسانده شد. بعدا اگنالدو ادواردو در این حالت نتیجه را 2-0 کرد و فعلا فوتبالبازان شهر خوجان با برتری 2 توپ در حساب پیش صف هستند. پیرو واحدov تایم اوت گرفته است. سرمربی دسته فوتزال سرو کمپانیا با اشتراک بازیگران تیم سپار دیارچه دفاعی سازمان داده می شود جهت برطرف نمودن این حالت. البته تو دروازه مسافت تقریبا 7 یا 8 متر را تشکیل می دهد. ادریس یوروف و فیضعلی سرداروف در نزد توپ هستند. فیضعلی سرداروف و گل! کسی انتظار نداشت که در این وضعیت بازیگران سرو کمپانیا با زدن گل دست می‌یابند. همکنون شادی و نشاط مخلصان و هواداران تیم سرو کمپانیا در مجمع ورزشی کمیته انداز خیلی هم بلند می شود. واقعا هم فیضعلی سرداروف گل زیبایی رو به هدف رساند. برای دیگر به این وضعیت توجه میکنیم. اینجا کلی بازیگران تیم سپار مثل ما و شما تماشابین بودند. فیضعلی سرداروف کنج بالایی دروازه را نشان گرفت. ضربه زدهش البته چندان قوی نیز نبود ولی مهمتر از همه به گل تبدیل یافت. ضربه نوبتی از جانب بازیگران سپار اقبال واسط زاده این ضربه را اجرا نمود. رافائل کامیلو سعیدی تورابیده بسیار هم خوب بازی کرد. کوشش نوبتی فوتبالبازان تیم سپار اقبال واسط زاده بر مقابل اون لوکاس ناکازاتو مبارزه برد. رافائل کامیلو زود بازیگران تیم سپار میخواهند که برتری خود را دیگر بار برگردانند. اگنالدو ادواردو در حیاط 3 نفر زیبا بازی کرد. توپ را بوی لوکاس ناکازاتو. همکنون ادریس یوروف نه معذرت این محمد رجبوف بوده است. فرصت نوبتی میتوانست که برای بازیگران سرو کمپانیا به میان آید ولی لوکاس ناکازاتو سری وقت پس درست و دقیق به هم دستش روان کردن نتوانست. سمندر ریزاموف با پاس کوتاه
بازیگران سرو کمپانی از پرسینگ حریف رها یافتند. ناکازاتو پاسیو با اندرسون دا سیلوا. دروازه‌بانی سرو کمپانی سیدی توروبیده در برابر اون که در نیمه اول با دروازه‌اش 2 گل سر داد. اینچنین چند وضعیت خطرناک رو نیست توانست که البته برطرف نماید. ناکازاتو محمد رجبوف ارسالیو به مرکز جریمه‌گاه سپر و تبر دیدم رودریگو آنتونیو این حالت رو برطرف کرد. لوکاس ناکازاتو بسیار هم خوب بازی کرد و قاعده بازی ویران نشده است. اگنالدو ادواردو ضربه زده او رو اندرسون دا سیلوا برطرف کرد. دوام 14 دقیقه است که ما و شما یکی از رقابت‌های جالبی مرحله نیم نهایی سوپرلیگ فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2024-2025 رو تماشا داریم. رودریگو آنتونیو لیگنر و همزمان دروازه‌بان تیم سپر از دستش جراحت گرفته است. طبیبی دسته با او یوری عملیات طبی رو البته رساند و جراحتی برداشتهش البته چندان جدی نیست. از اوت بازیگران سپر توپ رو با بازی وارد میکنند. اینجا اندرسون دا سیلوا نتوانست که توپ رو صاحب شود. میتوانیم میگیم که در قسمت اول فرصت های گلزنی برای بازیگران سپر بیشتر بود. رافائل کامیلو از اوت توپ رو با بازی وارد کرد. ضربه نوبتی از جانب اقبال واسید زاده و به سراغ نادرست رفت. سمندر ریزاموف ضربه بسیار هم سخت ولی پهلوتر از دروازه از میدان بیرون شد. لوکاس ناکازاتو با پای چپ دروازه حریف را نشان گرفت. سمندر ریزاموف باشد موقعیتی خالی هم دستش را خیلی خوب پیخست کرد و سری وقت پاس داد. امکانیت نوبتی اندرسون دا سیلوا. سمندر ریزاموف همکنون بازیگران سرو کمپانیا بیدار میشوند و آن هنرنمایی خود را که در بازی های مرحله 4 نهایی و دیگر رقابت نشان میدادند امروز به معرض تماشا میگذارند. فرصت نوبتی ضربه بسیار هم سخت. اینجا محمد رجبوف موفق گردید که سمت دروازه دسته سپر ضربه بزند. دیگر بار بازیگران سرو کمپانیا فشار میآورند. پنج دقیقه دیگر ماند تا پایان قسمت اولی این بخوری. حساب باشد 1-2 و بازیگران تیم سپر در حساب پیشرفت هستند. در آخرین وضعیت توپ محض بعد رسیدش به پای ادریسیانوف بعداً از میدان بیرون شد. در موسم امساله سوپرلیگ کشور 9 دسته رقابت نمودند و بعد انجام 18 دور تنها یک تیم از ادامه مسابقه بی‌نصیب ماند که البته اون هم تیم ریگر شهر ترسنو داده بود. 8 دسته دیگر در مرحله 4 نهایی هنرنمایی خیش را ادامه دادند. بعداً از میان 8 تیم سپر، سرو کمپانیا، امانت بانک و استقلال به مرحله نیم نهایی روی خیش را هموار کردند. فیضعلی سردارov توپ را از دست داد. فشار فوتبال بازان سرو کمپانیا ادامه دارد. هوگو الویس کاردوسا ضربه بسیار هم سخت از جانب ادریس ولی موفق نمی شود.
دلشاد سلاموف. البته شاگردان پیرو وحیدوف در نیمه اول میخواهند که حداقل با نتیجه مساوی قسمت اول رو پشت سر کنند و برای رسیدن به این مقصد خویش هم وقت دارند و هم امکانیت. هوگو آلویس کاردوسا ضربه زده او را رودریگو آنتونیو بدون مشکلی برطرف نمود. تو به دستی هوگو آلویس کاردوسا برخورد یا اینکه نه. فیضلی سردارف، گزارش فیضلی با ضربه بسیار هم سخت از جانب سردارف. دوام 1 دقیقه آخر دو ضربه بسیار هم سخت را دروازه‌بان سپر رودریگو آنتونیو برگرداند. اینجا نوروز جان سلیمان با فیضلی سردارف میفهماند که چگونه از توپ را به بازی وارد کند. عکس الهجوم دسته سپر، ارکین احرامزاده توپ را از دست داد. ادریسیارف ولی بعدا دوباره اشاره کرد که الکی توپ خطی معین شده را عبور کرده است. اینجا تایم اوت گرفته شد از جانب سرمربی دسته سپر ولی جان ولیه. 1 دقیقه هر دو سرمربی بعد از پروران خویش دستور و سپارش میدهند. خصوصا پیرو وحیدوف اینجا به احتمال زیاد از هنرنمایی شاگردانش در نیمه اول روزی نیست. دیگر بار رقابت وخوری دسته سورو کمپانیا و سپر ادامه می‌یابد. یادآور می‌شوم که این دو تیم در دایره بازی‌های اولی مرحله نیم نهایی سوپرلیگ میهن با هم بازی کرده ایستادند. حساب باشد 1-2 و تیم سپر در حساب پیشرفت است. رودریگو آنتونیو امکانیت برای فوتبال بازی دسته سپر ولی با مشکلی این حالت برطرف کرده شد. دلشاد سلاموف هنرنمایی بسیار هم خوب داشت. خب بیاید به لحظه های تکراری متوجه می شویم. بازیگری شماره 17 خسرو قیوموف در این وضعیت کاملا آزاد بود. اینجا یک برخورد با سعیدی تورابیده دروازه‌بان تیم سورو کمپانیا داشت ولی این حالت از جانب داور مرکز صرف نظر شد. هجوم دسته سپر خسرو قیوموف اوت کار کرد. ضربه نوبتی از جانب اقبال واسطزاده اجرا گردید. ادریسیارف در مرکز میدان، لوکاس ناکازاتو اینجا اوت به نفع دسته مهمان تعیین کرده می شود چون که دلشاد سلاموف در وضعیت قبلی توپ را در میدان نگاه داشتن نتوانست. خسرو قیوموف توپ را از دست می دهد. هجوم جوابی بازیگران سورو کمپانیا ولی قاعده بازی ویران شد. اقبال واسطزاده بر مقابل لوکاس ناکازاتو غیر قاعده بازی کرد. البته اقبال واسطزاده از قرار برآورده داور بسیار هم نگران و همزمان در تعجب نیز بود. ناکازاتو از نیمه میدان حریف فریخترش از مسافه دور دروازه را نشان گرفت. اشتباه نوبتی از جانب دلشاد سلاموف. ضربه نوبتی سعیدی تورابیده یکی از بهترین بازیگران سورو کمپانیا در نیمه اول است بدون شک و تردید. رافائل کامیلو
البته بازیگران سرو کمپانی با او اجازه دادند که چنین ضربه رو اجرا کند. منافی شاگردان ولی جان ولیف. ضربه کنجی تعیین گردید. اینجا خسرو قیومов. ضربه نوبتی از نیمه میدان هجوم دسته سپر قطع گردید. فیضعلی سردارов. ارسال او به خط حمله ادریس یاروف پس فیضعلی رو قبول کردن نتوانست. از این گونه وضعیت عادی ادریس هنرنمایی خوب نداشت. اینجا دروازه‌بان دسته سپر دروازه سرو کمپانی را نشان گرفت ولی سعیدی ترابیده با قامت بلند خود این ضربه را برگرداند. فیضعلی سردارov از پای افتید ولی دوبار به این وضعیت توجه نکرد. هجوم جوابی بازیگران سپر امکانیت هست ولی دو نفره بر مقابل پرویز رحمتov مبارزه بردن. نکزاتو ارسال نکزاتو به خط حمله انیخترش به فیضعلی سردارov ولی از میدان بیرون شد. در نیمه اول هنرنمایی بازیگران سرو کمپانی چندان هماهنگ نبود. نکزاتو در کنار راست توپ را صاحب گردید. دلشاد سلامov اوت کار کردند بازیگران سرو کمپانی. ادریس یاروف اینجا سمندر پس جوابی او به ادریس همکنون نکزاتو با این هجوم همراه شد. کلی بازیگران سرو کمپانی در نیمه میدانی حریف هستند. پای بازی های نکزاتو اینجا 11 سال دیگر موند تا پایان قسم اول این رقابت. سعیدی ترابیده از مرکز میدان ولی ضربه زده دروازه‌بان سرو کمپانی از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. ضربه سمندر ریزامov به نتیجه بود و به همین ترتیب قسم اول بخوری دسته سرو کمپانی و سپر در دایره بازی‌های اول مرحله نیم نهایی سوپرلیگ کشور جنبست گردید. بازیگران سپر در نیمه اول با زدن 2 گل دست یافتند و دسته سرو کمپانی باشد 1 گل زد. همکنون اینجا تنفس اعلام می شود. بعد 10 دقیقه به نیمه دوم این بخوری برمیگردیم.
بیننده‌های عزیز، تماشابینان گرامی قدر، برمیگردیم به مجمع ورزشی کمیته انداز، برمیگردیم به نیمه دوم وخوری دسته‌های سرو کمپانیا و سپر. این دو تیم در دایره بازی‌های اولی مرحله نیم نهایی سوپرلیگای مملکت در موسم سال‌های 2024-2025 با هم بازی کرده ایستادند و در انجام نیمه اول حساب 1-2 است به نفع بازیگران دسته مهمان، یعنی فوتبالبازان تیم سپر در نیمه اول با زدن 2 گل دست یافتند، از جمله لیگیونر این تیم رافائل کامیلو در ثانیه‌های اول حساب را کشوده بود. بعدا در ادامه نیمه یکم بخوری لیگیونر دیگری تیم سپر اگنالدو ادواردو حساب را 2-0 کرده بود. پیش از به تنفس برآمدن با فیضعلی سرداروف بازیگر تیم سرو کمپانیا، یکی از فوتبالبازان مشهور در فوتبال کشور ما، البته او نتیجه را 2 کرد. از ضربه جریمه‌ای گل زیبایی را فیضعلی سرداروف به هدف رسانده بود. اما اکنون هر دو تیم در قسم دوم برای به دست آوردن پیروزی اول در مرحله نیم نهایی مسابقه مذکور با هم تلاش میکنند. به حیات هر دو دسته توجه میکنیم. در خط دروازه دسته سپر رقم 55 رودریگو آنتونیو، بعدا بازیگران این تیم رقم 31 پترسون بورینو، 36 رافائل کامیلو، 10 پرویز رحمتوف، 8 اقبال واسیدزاده. همچنین در هیئت ذخیروی سپر چنین بازیگران ثبت نام شدند: رقم 9 اگنالدو ادواردو، 4 ارکین اهرامزاده، 17 خسرو قیوموف، 2 بارام خوجا سید خوجاєв، 22 نظیف خان نبیجانوف، 12 منیر سید شریفوف و 88 شهرت رسولزاده. سرمربی دسته سپر این ولی جان ولیєв است. هجوم دسته سرو کمپانیا لوکاس ناکازاتو، امکانیت برای اندرسون دا سیلوا، چطور از این وضعیت استفاده برده نتوانست. هوگو آلویس کاردوسا، ضربه او از مسافه دور ولی از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. در نیمه دوم در هیئت سرو کمپانیا بیننده‌های ارجمند، اینجا یک تغییرات دیده می شود. قسم اول رو پورا در خط دروازه سعیدی تورابیده لیگیونر ایرانی پشت سر نموده بود، ولی در نیمه دوم پیرو وحیدوف یک تغییرات توجیه عجیب را نیز روی دست گرفته است. در خط دروازه بازیگر شماره 22 نوریدین جبارov بازی رو شروع کرد. بعدا بازیگران این تیم رقمی 7 محمد رجبوف، 17 سمندر ریزاموف، 10 ادریسیاروف، 75 لوکاس ناکازاتو. همچنین در صورت جلسه رقابت امروزه در هیئت سرو کمپانیا دیگر بازیگران ثبت نام شدند، از جمله رقم 14 هوگو آلویس کاردوسا، 5 اندرسون دا سیلوا، 11 فیروز سانگ، 9 فیضعلی سرداروف، 99 دلشاد سلاموف و رقم 1 سعیدی تورابیده. سرمربی دسته سرو کمپانیا این متخصص ناماشنا، متخصص شهرتیار پیرو وحیدوف است. بیاید به گروه داوران نیز شناس میشویم. رقابت مذکور ابوبکر محمدوف با همراهی نوروزجان سلیمان حکمی دارند. داور احتیاطی این منوچهر زمانوف است، به حیث ثانیه سنج سیوره سعید و فعالیت دارد. کمیسر این وخوری شاهروخ صدیقوف است و شورح این رقابت باشد من دولت خطیبزاده هستم. هجوم دسته سپر در نیمه یکم رقابت واقعا هم فوتبالبازان این تیم در قیاس با سرو کمپانیا یک سر و گردن هنرنمایی خوب داشتند و علیرغم آن همه تلاش‌های خود در قسم اول توانستند که 2 مرتبه خط دروازه این تیم رو رخ نکنند. رافائل کامیلو مزاو توپ رو با بازی وارد کرد. هوگو آلویس کاردوسا، گزارش بسیار هم خوب در وی زده هوگو آلویس کاردوسا رو تورید دیدیم. رافائل کامیلو بعد یک پای غچ برگردان اندرسون دا سیلوا، پس جوابی او با هوگو آلویس اما اکنون آوت این کرده شد. در مرحله نیم نهایی سوپرلیگ کشور طبق آیین‌نامه همون کمیته تدارکات باید 3 بازی برگزار شود. کدام تیمی که
دو پیروزی به دست می آورد. البته اشتراکچی رقابتی نهایی خواهد شد. بازی دوم دسته سوروکامپانیا و سپر در شهر خوجند برگزار می شود. ضربه لوکاس ناکازاتو رو برطرف نمودند. عکس العمل دسته سپر. این وضعیت برطرف کرده شد. هوگو آلویس کاردوسا. همکنون فیروز سنگوف، ناکازاتو، هوگو آلویس کاردوسا از یک نفر گذشت و بعدا رافائل کامیلو پایده بازی رو بر مقابل او ویران نمود. اینجا بازیگران سوروکامپانیا از اوور طلب دارند که باید کارت زرد نشان دهد و واقعا این ادعای آنها تا جای درست نیز هست، چون که برقصدانه بازیگری تیم سپر قاعده بازی رو ویران نمود. صدایش که دوبار بلند گردید. اینجا وضعیت استانداردی است. ضربه هوگو آلویس کاردوسا بسیار هم سخت بود و طور دیدیم اقبال واسید زاده با سرش این ضربه رو برطرف کرد. ناکازاتو تکنیکی بسیار هم خوب دارد. امکانیت هست از پای افتید بازیگر سوروکامپانیا، ولی به این وضعیت توجه نکردند. امکانیت برای بازیگران تیم سپر. اینجا نوریدین جبارов اولی شده توپ رو به نظارت خویش گرفت. در نیمه دوم رقابت باز هم جالبتر می شود. امکانیت برای بازیگران تیم سپر بود، ولی رافائل کامیلو یک عملکرد زیادتی داشت. فوتبالباز تیم سپر. اینجا یک تنش لفظی نیست با اشتراک بازیگران هر دو تیم به میان می آید. باید قطع کرد که بار اول نیست در موسم جاری چنین حالت ها سر می زند. اینجا فیضلی سردارov با نوریدین جبارov اندکی مصلحت می دهد که در حالت توپ رو قبول نمودن باید آن رو به کی روان کنند. به هر حالت به نفع دسته سپر اوت تعیین کرده شد. در وضعیت قبلی رافائل کامیلو بر مقابل هوگو آلویس کاردوسا حرکتی زیادتی داشت، یعنی از قفای بوده است او رو تیله داد. رودریگو آنتونیو ضربه نوبتی از جانب اگنالدو ادواردو اجرا گردید با سر، ولی ضربه زدش بالاتر از تیری دروازه از میدان بیرون شد. فیضلی سردارov همکنون دلشاد سلامov دوره میبینیم امروز مجمع ورزشی کمیته انداز مخلصان زیاده را در آغوش خود گرفته است. همکنون فیضلی سردارov با هجوم میگذارد. ضربه فیضلی و با مشکل این حالت رفع کرده شد. زود بازیگران سپر میخواهند که با هجوم جوابی گذارند. رافائل کامیلو در احاطه دو نفر توپ را از دست داد. فیضلی سردارov خودش تک و تنها نتوانست که هجوم را ادامه بدهد. ادریسیارov همکنون فیضلی به کنار چپ می آید. بر مقابل فیضلی بازیگران سپر مجبور می شوند که دو نفر بازی کنند. اشتباه نوبتی. هجوم دسته سوروکامپانیا ادامه می یابد. از قسم دوم رقابت این دو تیم نزدیک 6 دقیقه پشت سر می شود و همان حساب 1-2 است. هجوم دسته سپر. اگنالدو ادواردو با پای چپ دروازه سوروکامپانیا را نشان گرفت. به لحظه تکراری توجه میکنیم. اینجا هنرنمای دروازه‌بان سوروکامپانیا نیز باعث تحسین و آفرین نیز هست. نوریدین جبارov
چونکه توپ محض بعد رسیدش به دستای او بعدا از میدان بیرون شد. ارکین احرامزاده این وضعیت نیز برطرف گردید. همکنون از کنار مقابل و فایده بازیگران سپر ضربه کنجی تعیین می شود. اگنالدو ادواردو ضربه زدهش خطا می رود. اینجا باز هم دوبار به نقطه اجرایش ضربه کنجی اشاره کرد. ببینید که اگنالدو ادواردو بدون کارکرد نمودن توپ ضربه زد و اینجا صدگذاری از جانب ادریس یاروف نیز بوده است. امکانیت برای بازیگران دسته سپر. این وضعیت برطرف کرده شد. سمندر ریزاموف در بازی اولی سورو کمپانیا و سپر در مرحله اولی چمپیونات سمندر ریزاموف بهترین بازیگر انتخاب گردیده بود چون که او و دروازه سپر دوبل کرده بود. اگنالدو ادواردو ضربه اگنالدو ببینید که دلشاد سلاموف چطور خوب بازی کرد با پایغچ ضربه زده او رو برگرداند. در نیمه اول دروازه‌بان ایرانی تیم سورو کمپانیا سعیدی توروبیده هنرنماییش خوب بود ولی در قسم دوم با چه سبب پیرو واحد فرو از بازی گرفت البته خودش میدونه. من بار دیگر یادآور میشوم که در برابر آن که سعیدی توروبیده در قسم اول به دروازه‌اش 2 گل سر داد این چنین چند وضعیت خطرناک رو برطرف نمود. پرویز رحمتوف آماده است که از او توپ رو با بازی وارد کند. امکانیت برای بازیگران تیم سپر به نتیجه خاتمه یافت. بخور دیگری مرحله نیم نهایی سوپرلیگ کشور با اشتراک تیم های استقلال و امانت بانک پگاه دایر می شود. ساعت 19 به وقت محلی و آن رقابت نه که در مجمع ورزشی کمیته انداز بلکه در مجمع ورزشی کاخ اولیمپ برگزار می شود. سمندر ریزاموف امکانیت فیضلی سردارов ولی در این وضعیت فیضلی چیکار کرد؟ نوردین جبارov اشتباه میکنه دروازه‌بان دسته سورو کمپانیا ولی ادریس یاروف اشتباهی او را جبران نمود. از موقع خود بیرون آمد نوردین و توپ را از دست داده بود. اینجا بازیگر دسته سپر در پایش درد را احساس میکند. رقابت مذکور ادامه خواهد یافت. ضربه نوبتی از جانب دلشاد سلاموف باز هم با پای چپ ضربه زد و باز هم ضربه زدهش خطا رفت. کوشش نوبتی بازیگران سپر به نتیجه جنبست شد. محمد رجبوف توپ را از دست میدهد. امکانیت برای بازیگران سپر ولی از این فرصت استفاده بردن نتوانستند. در عکس الهجوم لوکاس ناکازاتو چندان فعال نبود. در وضعیت قبلی از سورو کمپانیا محمد رجبوف اشتباه کرده بود و محض از این اشتباه بازیگر سپر خسرو قیوموف استفاده کرده بود. دروازه‌بان 1 به 1 برآمد ولی از فرصتی به عمل آمده نتوانست که استفاده نماید. هوگو آلویس کاردوسا ناکازاتو در مرکز میدان
از پای افتید. دوبار البته به این وضعیت توجه نمیکند. اینجا محمد رجبوف از پای می افتد. بر مقابلش واقعا هم قاعده بازی ویران گردید. اینجا دوبار خوب بار دیگر از همون حالتی به عمل آمده به سری لوکاس ناکازاتو توجه میکنیم. در مرکز میدان توپ رو از دست داد و بعدا از پای نیز افتید. در کوشش دوم محمد رجبوف نزدیکتر به دروازه سپر از رخسارش جراحت گرفت. انیقترش بازیگر سپر با دستش بر روی محمد رجبوف زد. امکانات بهترین به نفع بازیگران سرو کمپانیا در قسم دوم به میان می آید. اوگو آلویس کاردوسا بازیگر شماره 14 و اندرسون دا سیلوا دو لیگنری برزیلی در نزد تو هستند. امکانیت و گل! لوکاس ناکازاتو حساب رقابت رو 2-2 میکند. برگشت دسته سرو کمپانیا به این رقابت و با 2 گل سرداده خویش شاگردان پیرو وحید جواب میگویند. بازیگر شماره 75 لوکاس ناکازاتو در موقع بسیار هم خوب قرار گرفته بود و با پای چپ گل دوم دستش را تسلیم تور حریف کرد. اینجا دروازه‌بان دسته سپر از هنرنمایی هم دسته‌هایش محض در آخرین وضعیت کاملا روزی نیست. ببینید که ناکازاتو در موقع کاملا آزاد بود با پای چپ بدون من نمودن توپ ضربه زد و ضربه زدهش وارد دروازه شد. اینجا بازیگران دسته سپر با کار داور اندکی خلل ایجاد میکنند. سرمربی دسته سپر نیست ولی جان ولیف از فعالیت داوران بخصوص از قرار آنها در همون لحظه آخر ناراضی است. امکانیت و دیگر باره دسته سپر در حساب با پیش میبراید. این نوبت بازیگر شماره 10 پرویز رحمتوف گل زد و نتیجه مساوی همگی چند ثانیه دوام نمود. برای دیگر به این وضعیت توجه میکنیم. رافائل کامیلو با پرویز رحمتوف پاس میدهد. پرویز رحمتوف باشد در احاطه ناکازاتو و اندرسون دا سیلوا با پای چپ ضربه زد و به زیبی کار در آن است که توپ از میان پایهای دروازه‌بان نوردین جباروف وارد دروازه گشت. دیگر باره بازیگران سپر در حساب پیش صف میشوند. اگنالدو ادواردو اینجا امکانیت داشت که حساب رو 4-2 کند. چطور بازیگران سرو کمپانیا یکی از تیم‌های بسیار هم قوی سوپرلیگ فوتبال کشور در رقابت امروزه به خود مانند. نه ضربه محمد رجبوف امکانیتی خوب داشت ولی ضربه زدهش خطا رفت. وخوری مذکور ادامه می‌یابد. در مرکز میدان شاگردان پیرو وحیدوف با مشکلی توپ را صاحب شدند. محمد رجبوف ارسالی به خط حمله ولی ناکازاتو برای قبول نمودن پاس همدستش تلاش نکرد. انتونیو رودریگو
پرویز رحمتов ارسالیو به اگنالدو ادواردو. رافائل کامیلو. هجوم دسته سپر توسط کنار چپ برام مانده شد. همکنون محمد رجبوف توپ رو صاحب گردید. کوشش بازیگران سپر و در این وضعیت اگنالدو ادواردو اندک اشتباه کرد. لیگنر تیم سپر امکانی خوب داشت تا حساب رو 4-2 کند. در این موسم تیم سپر به قطار تیم های میانه حال شامل بود. در باز مسافه دور و نوردین جبارov ضربه زده اگنالدو ادواردو رو برگرداند. اینجا پرویز رحمتov در زانوی راستش درد را احساس میکند. مؤلف گل سوم تیم سپر جان نکزاتا در وضعیت قبلی بر مقابل پرویز رحمتov مبارزه برده است. اگنالدو ادواردو از نیمه میدان ضربه اجرا کرد. سمندر ریزاموف پسیو با دلشاد و دلشاد توپ را از دست داد. زیاد از 10 دقیقه دیگر تا انجام رقابت اولی مرحله نیم نهایی سوپرلیگ کشور وقت است. حساب باشد 3-2 با فوتبالگزاری سپر در حساب پیش صفند. اگنالدو ادواردو بر مقابل دلشاد سلاموف مبارزه برد. اینجا سلاموف بعد مبارزه با اگنالدو ادواردو جراحت برداشت. بعد از آن که در نیمه دوم نوردین جبارov دروازه‌بان این دسته سورو کامپانیا بازی را شروع کرد، چندان یگان حالتی خطرناک رو در نزدیک دروازه‌اش برطرف نکرده است. اگنالدو ادواردو از پای افتید. داور آرام است. رافائل کامیلو هجوم دسته سپر قطع کرده شد. اینجا فیضعلی سرداروف از زمین برخاست. ارسالی و به خط حمله امکانیت برای بازیگران سورو کامپانیا. سمندر ریزاموف و گل! حساب 3-3 می شود. در رقابت امروزه دسته سورو کامپانیا با آسانی تسلیم شدنی نیست. قهرمانی 4 کرته سوپرلیگ مملکت در این موسم برای به دست آوردن عنوان قهرمانی تا آخر تلاش خواهد کرد. با لحظه های تکراری متوجه میشویم. دلشاد سلاموف پاس داد به مرکز جریمه‌گاه. ارکین احرامزاده به پورگی این وضعیت رو برطرف کرده نتوانست و سمندر ریزاموف باشد با همون ضربه سختی خود کنج بالایی دروازه را نشان گرفت و ضربه زدهش به گل تبدیل یافت. یک رقابت بسیار هم جالب و دیدنی امروز ما و شما تماشا داریم. ارکین احرامزاده هجوم دسته سپر. هنگامی که دسته سپر به دروازه‌اش گل سر داد، یعنی گل دوم، زود در حساب به پیش برآمده. اونجا پرویز رحمتov با گذشت همگی چند ثانیه نتیجه رو 3-2 کرد. طبعا دیدیم سمندر ریزاموف چند پیش رقابت رو مساوی کرد 3-3. دلشاد سلاموف بازیگران سپر به هجوم جوابی میگذارند. نوردین جبارov از موقع خود بیرون آمده این وضعیت رو برطرف نمود.
ادریس یارف، ضربه ادریس بعدی برخورد به ارکین احرامزاده پهلوتر از دروازه از میدان بیرون شد. ضربه کنجی است سمندر رزاموف، ضربه فیضلی و امکانیت بود ولی ضربه زده فیضلی زمینی جلو گردید. بدون نتیجه به انجام رسد هجوم دسته سورو کامپانیا. اینجا تایم اوت گرفته شد. به احتمال زیاد سرمربی دسته سورو کامپانیا پایرا وحیدوف تایم اوت گرفته است و بعد از پروران خویش دستور سپارش می‌دهد جهت رسیدن به غلبه در رقابت امروزه. باید اقرار شد که تیم سپر در بازی اول مرحله نیم نهایی سوپرلیگ کشور بر مقابل سورو کامپانیا خیلی خوب بازی کرده ایستاده است. در نیمه دوم هنرنمایی فوتبالبازان تیم سورو کامپانیا به مراتب بهتر گردید. آنها در نیمه اول فرصت های گلزنی کماندر کم داشتند و در نیمه دوم البته در نزد دروازه حریف با وجود آوردن امکانات های گلزنی بسیار دیده می شود. در نیمه اول فیضلی سردارف یک گل زده بود و همکنون در قسم دوم شاگردان پایرا وحیدوف با زدن 2 گل دست یافتند. شادی و نشاط مخلصان هواداران دسته سورو کامپانیا در مجمع ورزشی کمیته انداز حد و کنار ندارد. البته فکر میکنم آنها بران نظرند که در بازی امروزه تیم آنها به پیروزی شرفی ها میگردد. داور اشاره میکند که باید اثر نو از اوت توپ به بازی در آورده شود. رافائل کامیلو مؤلف گل نخست در رقابت امروزه آماده است که توپ را به بازی وارد کند. اینجا داور با کی صحبت داشت؟ در نشستگاه های مخلصان یک نفر با داور صحبت کرد و محض با همین سبب فهمیده که رفت این رقابت باز داشته شد. همکنون بازیگران سپر توپ را به بازی وارد نمودند. امکانیت و نوریدین جبارف دروازه‌بان سورو کامپانیا خیلی خوب بازی کرد. هوگو الویس کاردوسا فرصت و گل. حساب 4-3 می شود و لوکاس ناکازاتو مؤلفی دوبل میگردد. بیننده های ارجمند باری اول در رقابت امروزه شاگردان پایرا وحیدوف در حساب با پیش میبرایند. بدون شک و شبهه یکی از رقابت‌های جالب این مرحله است. الکساندر زابیرادزه و اینجا گروه مخلصان انفرادی فوتبالبازان سورو کامپانیا با ما نشان داده شد. لحظه های تکراری پسی هوگو الویس کاردوسا و لوکاس ناکازاتو با مانند همون گل یکم خویش در این وضعیت گل زد. با گلی که در رقابت امروزه البته باری اول به ثمر رسانده بود خیلی شباهت داشت. با پای چپ از همون موقع ضربه زده بود. هجوم دسته سپر ضربه از مرکزی میدان و سیفی علی نوریدین جبار.
ارکین احرامزاده اینجا دوباره اشاره میکند که هنگامی از اوت به بازی وارد کردن توپ فوتبالبازان تیم سورو کمپانیا اندکی خلل ایجاد کردند. رافائل کامیلو همکنون شاگردان ولیجان ولیف برای برابر کردن حساب در ادامه تلاش خواهند کرد. دسته آنها تا این دم در حساب پیشرفت بود. همچنین چند دفعه رقابت مساوی نیز جریان گرفت و همکنون بار اول در این دیدار بازیگران سپر در حساب قفا میمونند. هوگو الویس کاردوسا پاسیو با اندرسون ناکازاتو ضربه هوگو الویس کاردوسا بسیار هم سخت بود ولی خطا رفت. اگنالدو ادواردو امکانیت برای دسته سپر به نتیجه جنبست شد. اینجا نوردین جبارف اشاره میکند که هم دستایش به قفا برگردند. دقیقه 34 می بخوریم مذکور جریان دارد. تا انجام این دیدار بیشتر از 6 دقیقه وقت هست. گزارش ارکین احرامزاده و بعدا قاعده بازی رو ویران کرد یا اینکه نه. داور البته اشاره میکند که یگان حالتی غیر قاعده نیست. اینجا با یک حرکت ارکین احرامزاده خواست که از 2 نفر رها یابد ولی به مقصدش نرسید. اینجا نوردین جبارف اشاره میکند که بازی رو ادامه دادن نمیتواند. مؤلف اولین گل تیم سورو کمپانیا در رقابت امروزه فیضلی سرداروف با ما نشان داده می شود. از ضربه جریمه‌ای او با زدن گلی زیبای دست یافته بود. با سبب جراحت برداشتن اندکی رفت این رقابت من کرده شد. دوره میبینیم و اکنون نوردین جبارف به بازی برگشته است. ادریس یاروف پسی به خط حمله سمندر ریزوموف ضربه سمندر الکی از همون خطی معین شده بیرون شده بود. اقبال واسید زاده هجوم دسته سپر این نوبت براه مونده می شود. در دقیقه های بعدی شاگردان ولیجان ولیف بهر مساوی کردن حساب تلاش خیش را به خرج خواهند داد. رافائل کامیلو پاسیو به اگنالدو ادواردو رفتن نرسید و بعدا تبره میبینیم عکس الهجوم سورو کمپانیا چندان جالب و دیدنی و خطرناک نبود. ارکین احرامزاده در قسم دوم دقیقه های بیشتر را در میدان پشتی سر کرده ایستاده است. اینجا رافائل کامیلو اشتباه میکند. بازیگر دسته سپر در نتیجه پرسینگ مفصوف مجبور شد که به اشتباه راه دهد. دوره میبینیم ناکازاتو در کرسی های احتیاطی نشسته است. مؤلف 2 گل تیم سورو کمپانیا محض با شرافت گل ناکازاتو این زمان سورو کمپانیا در حساب پیشرفت است. مورد دیگر ضربه کنجی تعیین می شود چون که در وضعیت قبلی توپ بعد رسیدش به پای بازیگر
سپر از میدان بیرون شده بود. کوشش بازیگران سپر بهر مساوی نمودن حساب. ضربه زده اقبال واسطزاده با پای چپ به نتیجه بود. اینجا سمندر رزاموف توپ را در میدان نگاه داشته نمیتواند. ببینید که اینجا بازیگران سپر 5 نفره با هجوم میگذارند. ضربه بسیار هم سخت ولی با سراغ نوانیق رفت. ادریس یاروف پایده بازی را ویران کرد بر مقابل پرویز رحمتوف. در دقیقه های پایانی با اشتراک بازیگران هر دو تیم نوفهمی ها زیاد است. در وضعیت قبلی اساطی دسته سپر اگنالدو ادواردو اینا چنین عملکرد داشت و اساطی دسته سرو کمپانیا باشد ادریس یوروف. و فایده بازیگران تیم سپر ضربه جریمه بی تعیین می شود. اقبال واسطزاده بازیگر شماره 8 در نزد توپ است. رافائل کامیلو همکنون رودریگو آنتونیو دروازه‌بان دسته سپر نیز با خط حمله می آید. یعنی بازیگران سپر 5 نفره بهره به ثمر رسانیدن گل جوابی مبارزه میبرند. اشتباه بسیار هم دقل فیضلی سردارف و گل. حساب 5-3 و در برابر لوکاس ناکازاتو فیضلی سردارف نیز در این رقابت مؤلف دوبل می شود. چطور اشتباه دقل و نابخشیدنی با اشتراک فوتبالبازان شهر خوجند انیخترش بازیگران تیم سپر. دروازه‌بان در موقع خودش نبود و در این حالت رافائل کامیلو پاس داد ولی پرویز رحمت پسی انجام داده همدستش را قبول کرده نتوانست و در این عکس الهجوم فیضلی سرداروف موفق گردید. همکنون فرقیت توپ ها 2 عدد را تشکیل می دهد. ادامه وخوری برای بازیگران سپر اندک مشکل تر خواهد شد. رودریگو آنتونیو اقبال واسطزاده اشتباه کرد. سمندر رزاموف اگنالدو ادواردو دیگر بار توپ به نظارت بازیگران تیم سپر گذاشت. ترکیب روی بسیار هم زیبا هجوم دسته سپر ولی اگنالدو ادواردو در آن حالت موفق نگردید. ضربه بسیار هم سخت از جانب نوریدین جبارов قریب بود که گل ششم به خط گرفته میشد. در ادامه بخوری بازیگران سپر در حوزه خود را خالی مونده پره به خط حمله توجه میکنند. اقبال واسطزاده اشتباه کرد. ضربه زدهش کاملا با سراغ نادرست رفت. ببینید که ضربه زده نوریدین جبارов با ستون دروازه برخورد. اندک اگر این ضربه دقیق تر اجرا کرده میشد اونگاه حساب 6-3 میگردید. دیگر بار از صاحب ملکی دسته سرو کمپانیا به ما نشان داده می شود. بعد از آن که سرو کمپانیا در حساب پیش برآمد اندک تابی این نفر نیز بولیده گردید. دیگر بار تایم اوت میگیرد. انیخترش تایم اوت تعیین شد
طبق قاعده فوتزال در هر یک قسم رقابت هر دو سرمربی امکان دارند که یک دفعه‌ای تایم آوت گیرند و یک تایم آوت 1 دقیقه را در بر میگیرد. کمتر از 3 دقیقه دیگر موند تا انجام بخوری دسته سروکامپانیا و سپر. بازی اولی مرحله نیم نهایی سوپرلیگ کشور حساب شد 5-3 است. رقابت دوم دسته ها بیننده های ارجمند هفته انیخترش آخری همین هفته برگزار می شود در شهر بوستونی خوجند. روز شنبه آخری همین هفته انیخترش روز 3 می دسته سپر در میدان خانگی خش تیم سروکامپانیا را قبول خواهد کرد. رافائل کامیلو ضربه اقبال واسیدزاده برطرف کرده شد. هوگو آلویس کاردوسا توبرابویی بسیار هم زیبا. هوگو آلویس کاردوسا فرصت و گل. لوکاس ناکازاتو مؤلف خطریک می شود. حساب باشد 6-3. من در ابتدای رقابت قید کرده بودم که امروز سپر در مقابل سروکامپانیا با مشکلی های بسیار هم جدی روبرو خواهد شد. البته در این وضعیت ناکازاتو قهرمانی این صحنه بود. محض توبرابویی به اشتراک این بازیگر صورت گرفت و بعدا هموطن او ناکازاتوی برزیلی با پای چپ توپ رو واردی دروازه کرد. اگر اهمیت داده باشه بیننده های ارجمند، ناکازاتو از 3 گل خود رو از یک موقع و عیناً با یک شکل و شیوه به ثمر رساند. همکنون فرقیت توپ ها در این رقابت 3 گل رو تشکیل خواهد داد. اقبال واسیدزاده در مرز میدان با قاعده تیزی دست زد بر مقابل ناکازاتو. همچنین هم زی احترام اقبال واسیدزاده نزد ناکازاتو می آید و امید نیز هست که از او به خاطر این عملش بخشش نیز پرسد. البته ما این چیز رو از حرکت هایی که چند پیش نشان داد اندکی احساس کردیم. ابتدای رقابت برای دسته سپر بسیار هم خوب بود. اونها با 2 گل در حساب پیش صف بودند، ولی طور میبینیم پایان واخوری امروزه برای شاگردان ولیجان ولیف چندان خوب نیست. دلشاد سلاموف نه معذرت این فیروز سنگف بوده است که توپ را از دست داد. رافائل کامیلو پس جوابی اگنالدو ادواردو با رافائل. هجوم دسته سپر خسرو قیوموف توپ را از دست داد و اینجا با فیروز سنگف کارت زرد نشان داده می شود کاپیتان تیم سروکامپانیا، چونکه او در حالت قبلی بر مقابل خسرو قیوموف غیر قاعده بازی نمود. بله واقعا هم در این حالت عمل کردی سنگف باید مورد مجازات قرار می گرفت. در واخر امروزه اسیت دسته سروکامپانیا در برابر فیروز سنگف اینچنین سمندر رزاموف و دلشاد سلاموف نیز برگه زرد گرفتند. اقبال واسیدزاده توپ را به مرکز جریمه گاه روان نمود و ضربه زده خسرو قیوموف رو برطرف کردند. دقیقه آخرین این رقابت جریان دارد. حساب باشد 6-3 و سروکامپانیا در حساب پیش صف است.
агналдо эдуардо ин навбат низ муваффақ нашуд. дар қисми дуюм футзалбозони дастаи сурокомпания хеле хуб бозӣ карданд ва алорағми ин ҳама талошҳои худ тавонистанд ки ба задани 5 гол муваффақ шаванд. имконият барои бозигарони дастаи Сипар ба Нуриддин Ҷабборов ин ҳолатро тавонист ки бо мушкили зиёд рафт кунад. 8 сонияи дигар монд то анҷоми ин вохӯрӣ. ба эҳтимоли зиёд дастаи сурокомпания ба пирӯзии аввал дар марҳилаи нимниҳоии Суперлигаи Тоҷикистон наздик мешавад. Антонио Родриго дарвозабони Сипар иштибоҳ кард. ҳамагӣ 3 сония ва ба ҳамин тартиб бинандаҳои арҷманд вохӯрии дастаи сурокомпания ва Сипар дар доираи бозиҳои марҳилаи нимниҳоии Суперлигаи Тоҷикистон дар мавсими солҳои 2024-2025 ба анҷом мерасад. пирӯзии дастаи сурокомпанияро хетрики Лукас Наказато, дубли Файзали Сардоров ва ягона голи Самандар Ризомов таъмин намуданд. аз ҷиҳати дастаи Сипар Рафаэл Камило, баъдан Агналдо Эдуардо ва Парвиз Раҳматов ба самар расонданд. ёдовар мешавам ки санаи 3 май бозии дуюми дастаҳо дар доираи рақобатҳои марҳилаи нимниҳоӣ Суперлигаи кишвар сурат мегирад ва агар дар бозии дуюм низ сурокомпания ба ғалаба даст ёбад, он гоҳ новобаста аз натиҷаи рақобати сеюм ба финал роҳи хешро ҳамвор хоҳад кард. инҷо гузориши мустақими мо аз маҷмӯаи варзишии кумитаи андози шаҳри Душанбе ба анҷом мерасад. рақобати мазкурро барои шумо шарҳу тавзеҳ додам ман Давлат Хатибзода бо ҷамъи ҳамкорони техникӣ. хайр, тансиҳату хона обод бошед.
душанбе гранд слам 2025 бо ливои ягонаи тоҷикистон ба пеш. душанбе оилаи ҷуддои ҷаҳонро пазиро хоҳад шуд. фазоро шоҳид гардиду энержиро эҳсос намоед. аз 2 то 4 май гранд слам оид ба ҷуддо дар душанбе шаҳри гулбасар. ман медонам ки хонаводаи ман чиро дӯст медоранд. онҳо бештар креми фахак, пухтаҳои пуркардашудаи шаҳдору сурхрангро дӯст медоранд, вале ман дӯст медорам вақте ки ҳамаи хӯрокҳои ман як хел хуб омода мешаванд. ана барои ҳамин ман таъми қаймоқии шедрелетаро интихоб мекунам. ман медонам ки дӯст медорам шедрелета. мо ширкати сохтмонии меҳансоз кӯшиш менамоем ки ҳар як бошанда дар биноҳои мо аз манзараҳои зебо баҳра барад ва бароҳат бошад. аз ин сабаб интихоби тирезаҳои мо аз профилҳои ширкати лега. аз таомҳои дӯстдоштаи худ бо таъми московский провансаль аз бренди «Я люблю готовить» лаззат баред. ӯ хӯроки болаззатро ба таъми беҳамто мубодал мегардонад. «Я люблю готовить». марҳабо ба клиникаи мо. дар роҳи барқарорсозии биноӣ ва нури чашм метавонед ба мо эътимод дошта бошед. фемтоласик протседураи инноватсионӣ ки ба вобастагии шумо аз айнаку линзаҳо хотима мебахшад. мутахассисони бо таҷрибаи мо ба ҳар мизоҷ бархурди инфиродӣ доранд. таҷҳизоти муосир ва усулҳои натиҷадори табобат кафолати шифоёбии шумо аст. барои машварат